شرکت IRS مسئول نگاهبین روهای دوشنبه خوجندچنوق یگانه روی بین شمال و مرکز تاجیکستان خبر داد که دوام یک شبانه روز آخر در این راه 46 ترمه فرآمده است و به این دلیل این شورا برای رفع آی نقلیات مسدود کرده شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که یک ترمه حتی مجرای دریای ورزاب را برای بیش از یک ساعت بست. این کمیته از ریختن یک ترمه دیگر در نویه روشن خبر داد. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روز 8 مارس تخمین ساعت 16:10 در کیلومتر 550 روی دوشنبه کولاب خاروخ قلمه در موضع پاسخ نویه روشن ترمه آمد و راه را موقتا بست. حرکت ماشینا در این قسمت را تنها ساعت 17:30 از سر گرفته شده است، ولی وضعی از همه وزنین حالا در روی دوشنبه خوجندچنوق مشاهده می شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت صبح روز 8 مارس تخمین ساعت 11:30 به سبب بارش برف و باران در کیلومترهای 63، 66 و 68 شورای دوشنبه چنوق ترمه سببگار موقتا بسته شدن راه شده. بعد تازه کردن راه حرکت ماشینا از ساعت 14:00 از سر گرفته شد، ولی در نتیجه بارش برف تخمین ساعت 17:33 در کیلومترهای 64 و 72 سمت روی دوشنبه چنوق ترمه فرآمده رو باز مسدود شد. تخمین ساعت 21:00 رو در این موضع از ترمه تازه کرده شد، ولی شب 9 مارس سال 2022 تخمین ساعت 01:00 در کیلومتر 48 روی دوشنبه چنوق ترمه آمد و روی اتومبیلگرد را محکم نمود و مجرای دریا را هم بست. با کمک تکنیکی شرکت IRS پیامد ترمه در آن نیز برطرف کرده می شود. شرکت IRS خبر داد که رفع عاقبت‌های ترمه ادامه دارد. موقتا بازداشتن گزارش نقلیات پیش از همه به تأمین بی‌خطری شما دخل دارد. کارمندان ما که از دیروز این جانب 46 ترمه خرد و بزرگ را برطرف نمودند کوشش به خرج داده ایستادند که در نزدیکترین فرصت حرکت منظم و بی‌خطر نقلیات تأمین گردد، نوشته است این شرکت.